عصب‌کشی دندان یا درمان ریشه بدون درد ماندگار با مراقبت درست. وقتی اسم عصب‌کشی دندون وسط میاد، اولین چیزی که به ذهنت میرسه درده. این ویدیو رو تا آخر ببین چون قرار نظرت کاملا عوض بشه. سلام. من دکتر افشین میرزایی هستم، جراح دندانپزشک پروتزیست. تو این ویدیو خیلی ساده بهت میگم عصب‌کشی دقیقاً چیه، درد داره یا نه، چه زمانی لازمه و مهمتر از همه بعدش چطور از دندونت مراقبت کنی. بیشتر بیمارایی که میان کلینیک فقط یه نگرانی دارن: دکتر فقط درد نداشته باشه. خبر خوب اینه که درمان ریشه مدرن با بی‌اسی قوی و تجهیزات پیشرفته تقریباً بدون درد انجام میشه. عصب‌کشی یا درمان ریشه چیه؟ وقتی پوسیدگی یا عفونت به عصب دندون میرسه، اگه درمان نشه، درد شدید و تکثیر باکتری‌ها در انتهای ریشه باعث ایجاد آبست، تورم لثه، از بین رفتن استخوان و ایجاد کیست در انتهای ریشه میشه. عصب‌کشی یعنی خارج کردن عصب عفونی و ضد عفونی کردن کانال‌ها و پر کردن اونها برای جلوگیری از عفونت مجدد. هدف چیه؟ نگه داشتن دندان طبیعی شما. خب سوال اینجاست: درد داره یا نه؟ دردی که قبلش داشتی به خاطر آسیب به عصب دندون و عفونت و التهابه. خود عصب‌کشی و درمان ریشه باعث از بین رفتن همون درد میشه. پس عصب‌کشی و درمان ریشه هیچ دردی نخواهند داشت. 90% بیمارا هم میگن کاش زودتر انجام داده بودیم. چه زمانی نیاز به عصب‌کشی داریم؟ اگه این علائم رو داری حتما جدی بگیر. اولی علائم درد شدید دندون به صورت خود به خود هست. دوم حساسیت شدید به گرما و سوم تورم یا جوش روی لثه. چهارم هم دردهای شدید به دلیل اصابت ضربه به دندون. عمر دندون بعد از درمان ریشه یا عصب‌کشی اگه درست درمان و مراقبت بشه میتونه سالها مثل دندون سالم کار کنه. و اما اینجاست که یک نکته خیلی مهم وجود داره که خیلی رعایتش نمی‌کنن: مراقبت‌های بعد از درمان ریشه. اول، به دلیل اینکه دندونی که عصب‌کشی میشه مثل یک چوب خشک شکننده خواهد بود، از خوردن خوراکی‌ها و غذاهای سفت حتما اجتناب کنید. دوم، اگر تاج دندون تخریب زیادی شده باشه، حتما اون دندون باید روکش بشه تا نشکنه. سوم، رعایت بهداشت دهان مثل مسواک و نخ دندون برای دندون‌هایی که درمانش شدن خیلی مهمه. و چهارم، درد خفیف بعد از درمان ریشه تا 2 ماه ممکنه وجود داشته باشه، با مسکن‌های تجویز شده کنترل میشه. تأکید جدی: یکی از اصلی ترین دلایل شکست درمان ریشه انجام ندادن روکش به موقع است. روکش دندون رو از شکستن نجات میده. عصب‌کشی یا درمان ریشه پایان درمان نیست، شروع مراقبته. با درمان اصولی و مراقبت درست میتونیم دندون طبیعی شما رو سالها حفظ کنیم. اگر دندونت درد میکنه یا مطمئن نیستی نیاز به درمان ریشه یا عصب‌کشی داری یا نه، میتونی برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیری یا سوالت رو همین زیر کامنت کنی. این ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب کن، از ویدیوهای ما هم حتما استفاده کن، برای دوستانت هم بفرست. مراقب مرواریدهات هم باش.